میگه فقط برای امروز از زاویه بهتری به زندگیم نگاه میکنم. این زاویه بهتر به زندگی نگاه کردن فقط خوشبینانه زندگی کردن نیست. منظورش اینه که اگر زمانی شد و ما امروز یک اتفاق تلخ برامون افتاد، یاد بگیریم چجوری باش روبرو بشیم، یاد بگیریم چه بهره و تجربه ای از این اتفاق تلخ برای زندگیمون به دست بیاریم. اینه که زندگی ما رو معنا میده. وگرنه زندگی همه آدمای دنیا روزهای سخت و تلخ و شیرین رو داره. همه آدمای دنیا، حتی اون کسایی که از نظر من و تو خیلی وضعشون خوبه، خیلی ثروتمندن، ظاهرا هم هیچ مشکلی ندارن، ولی اینجوری نیست. ما چون عادت کردیم ظاهر دیگران رو با باطن خودمون مقایسه بکنیم، همیشه الگوهای غلط می‌کنیم.